آقا سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه ویدیوی خیلی خیلی جدید در مورد فورزا هورایزون 5. امروز اومدیم با نقد و بررسی یک ماشینی که احتمالا همه ماشین بازا میشناسن. ماشینی جز نیست، این ماشین جز BMW M3 2008 که هم ماشینی که من خودم خیلی دوستش دارم و واقعا همه اسمش چیه، همه نوع بیلدی بهش میخوره، هم برای ریس درک دیریف مخصوصا من خیلی دوستش دارم میخوره. امروز اومدیم این نقد و بررسی این ماشین بذاریم. این ماشین BMW M3 یک خودروی اسپورت و قدرتمند از سری 3 BMW است که با موتور پرشتاب طراحی تهاجمی و هندلینگ عالی شناخته می شود. این خودرو ترکیبی از عملکرد بالا و مره ارائه میدهد. BMW M3 معمولا یک موتور 6 سیلندر خطی توربوشارژ در مدل‌های جدید استفاده می‌کنند. مثلا در مدل M3 G80 حجم موتور حدود 3 لیتر است. قدرت بین 473 تا 503 اسب بخار بسته به نسخه معمولی یا مدل‌های دیگه شناخته می‌شود. شتاب 0 تا 100 این ماشین حدود 3.8 ثانیه تا 4.1 ثانیه هستش. نوع انتقال قدرت این ماشین دیفرانسیل عقب هست یا چهارچرخ متحرک. در بعضی نسخه ها این موتور با صدای خاص و شتاب بالا حس یک ماشین مسابقه‌ای رو توی جاده بهت میده که من واقعا اینا رو همه تایید میکنم. بریم برای خرید این ماشین ببینیم آیا چی تو چنته داره. آقا اصلا نمیدونم چه بیلدی میخوایم بزنیم، فعلا طرح آنلاین نمیدادم روش، همین رنگ سفیدش رو میدادم روی ماشین باشه و میخریم. نوشته تو شاپ هم داشتم، من هم تو شاپ تو گاراژ هم داشتم که البته من از اونجایی که اونا همه تیم خوش خوردن یا تیم مختلف خوردن، من اصلا اونا رو استفاده نمیکنم و میرم یه ماشین نو میخریم. اگه امیدوارم فقط تو لودینگ نداریم ما رو، که خوشبختانه نداشتیم. ماشین رو ببین، اصلا عظمت این ماشین حساب کن مال 2008 عظمتیه این ماشین ها 2008. ای بابا اینجا تاریکه آقا، تو همین تاریکی هم قشنگ خدایی. موتوری V8 شو V 8 سیلندر، البته ما نمیگیم V8 8 سیلندرش رو میبینیم. واقعا این موتور زیبا هستش، یه شاهکار آلمانی. چراغاش اصلا نگاه کن، چراغاش با حرف میزنه این ماشین به خاطر طراحی. حساب کن اینو 2008 BMW تولیدش که با دیکیت هم داره. یا خود خدا صندوقش نه کوچیکه، صندوقش اون چیزی که میخوایم توش جا نمیشه. ولی آقا دو در این ماشین ولی صندلی عقب داره. ولی چیزی که باید در ذهنتون برسونم اینه که اون ماشین عقبش حتی اندازه 206 هم جا نداره. خلاصه مختصر بریم داخل ماشین. قد اینجا تاریک اصلا نمیشه این شاهکار رو نگاش کرد. میریم داخل. آقا آنالوگای عقربه‌ای واقعا این شاهکار، یا خود خدا 33 کیلومتر بر ساعت رو در عقربه این ماشین میبینیم. واقعا خیلی زیاده برای اون ماشین. این LCDش باید خدای بی‌کیفیت. حالا با خودمونیم، حالا خودمون اصلا موتورم نشیدیم، اشکال نداره آقا، دستم خورد، من معذرت میخوام. اولی شت، چه صدای قدرتمندی رو میده. واقعا آلمانی خوب بودن خودشون میرسن. یه رگ چیز هم داره، یه رگ آمریکایی تور هم داره. خیلی صداش نابیه. بریم آقا نقل بررسیشو دوست عقب. یا خدا داشت اینجا دو دفیه، ولی حالا اینجا وایسا ماشین دفعه به آره. آقا بریم یه ذره نقد و بررسی. موتور تو گوش بابا کنار دیگه، ماشین عتیقه. برو ما رو کشتی. آقا باید بریم اتوبان. اینجا ما چه کار میکنیم؟ چرا من نه بسیار نه اینجا آره. همین خونمون ما یه خودمون رو اسپان کنیم. اوکی. این ماشین اصلا برای خاکی ساخته نشده، تو خاکی یه ذره فلج بازی در بیاره معقول هستش. بریم داخل خیابون بشین، چون این ماشین خودش رو داخل خیابون نشون میده. باش بپیچ. حالا این ماشین اصلا برای لانچ درست حسابی نیست، اینو دارم جدی میگم، چون خیلی ماشین بکس باد میکنه و هرزگردی پیدا میکنه. این ماشین قطعا
کنترل لانچ رو داشته در زمان خودش، ولی نمیدونم OBS و اینا هم داشته یا نه. و واقعا آره دی. آقا میریم همینجا برای تاپ اسپیدش میریم آیا چه تاپ اسپیدی رو به عمل میاره. فعلا که 200 رو از فقط با اجازت میده من بیام از اینجا بیرون ببینم تنظیم دندش میشه کرد یا نه، که نه نمیشه. خودش هم خیلی خوبه تنظیم دندش. آره میگم دیگه مهندسی آلمانیه، من بعد تنظیم دندش عالیه باشه. این ماشین تا چند دنده داره نمیدونم، احتمالاً همین 5 دنده باشه. 250 تا یا خود خدا، واقعا شاهکاره. تو حساب کن مثلا تو خیابون داری رد میشه از چه ماشینی با 263 تا سرعت از بغل رد بشه. دنده 6 هم داره ماشین. 266 267 اینجا پیزم سنگی همون سرعت شد 268 269 و ایدل داشت. تو اون وسط داری چیکار میکنی؟ من یه دقیقه مش خیلی بوده حالا 267 و 270 کیلومتر این ماشین میزنه. 275 276 278 279 280 285 رو بزن یا خود خدا. 286 287 288 290 رو بزن پشمان بریزه. اینجا رفت سربالایی معقوله که بخواد سرعتش کم بشه به خاطر سربالایی که داره. میریم اینجا 290 رو میزنه. خیلی ها 290 کیلومتر بر ساعت خیلی عدد نویو زیادی هستش. 93 کیلومتر اصلا فکرشو نمی‌کنه این بازی سرش بتونه تا 280 تا بره عدد که ساده علکی باشه. دیدم بیشتر نمیاره دیگه. باید ترمز رو بزنیم. نه باید سرعت رو تا 200 چیز بکنم. با سرعت 200 کیلومتر میریم تست ترمزش هم میگیریم. بستا داره کم شد. خب میذاری بیشتر از طول نکشید ترمزت. وایسا یه دقیقه حالا ماشین اینجا سال یه دفعه ماشین رد میشه که ما اومدیم یه نقد و بررسی از این شاهکار آلمانی بگیم. ببینید ماشین ما اینجا ترمز گرفتیم دیگه. خب رد لاستیکمون هم اونقدر میره جلوی عملا شما اگه یکی جلوتون باشه با این سرعت 100% لش کرد. این کاملا یه چیز تضمینی. خب آقا این از نقد و بررسی ماشین بریم تست اندلینگ و اینا هم بگیم دیگه. حالا یه ذره باش رانندگی بکنیم. این نمای داخل موازی نمای داخل ماشین هستش واقعا خیلی اما قشنگی داره. اینجا این لایبازی در لایی کشی بکنیم. این مثلا آقا ما اینجا رو ببینیم با چند تا سرعت میتونیم بریم این پیچو. نمیشه زیاد فشار نه. با 170 که نمیتونی قاعدتا بری با این ماشین فقط. یا مثلا این سرعت اینجا رو مثلا با چه سرعتی مثلا 170 قطعا میری دیگه. 180 تا میری 200 این پیچو به پیچی که یه ذره رفتی تو دیریف من قبولت دارم. خیلی ماشین خوبی هستش. واقعا قشنگه. آقا با اول بازی هستیم که سری وارد اول بازی میشم تا میگن این ماشین میگم تا هر تیمونی که دوست داشتم بزنم، ولی قاعدتا هم گفتم خیلی خوراک رئیس دادن، ولی بازم پیشنهاد میشه برای رئیس استفاده کنین چون بلند دست در رفتنش خیلی زیاد هستش. آقا بریم از این بخش بریم برای بخش کاستومایز ماشین. ببینیم آیا چیا داره، چیا تو چنده داره برای کاستومایز کردن. بریم آقا تو بخش موتوری ماشین. این بخش خب اینجای بازی ما یه بخش موتوری ببینیم. چه موتور؟ یکی موتور خودشه اصلا صداش با آدم حرف میزنه. موتور بعدی V8 خودشه البته دیگه. فکر می‌کنم V8 خودش باشه ولی 6.2 لیتر باشه چون اونم V8 میشه 8 سیلندر. زیباست. اینم صداش خیلی زیباست. V10 فکر کنم صدای چیز بده ایتالیاتوری بده مثلا لامبورگینی تو رو چیزه نمیدونم چی برام فراری توره نمیدونم. V10 5.2 لیتری صدا تو نیستم با اینکه زیاد از به اضافه می‌کنیم. و این موتور i60
ببین ریسینگ آی 6 تی نمیدونم اسمش دقیقا چیه، 3 لیتری باش. عملا تو داری صدای یه چیز میدی دیگه، لامبورگینی میدی به این ماشین، خداییش میاد، امیدوارم درک کن. آجی ببین 2300 اصل میاد روی ماشین ها. آقا من میگم موتور عادی خودش کار کنیم، نمیدونم خیلی موتور عادی خودش اصلا خیلی بیشتر بهش میاد. میارم با من موافق باشی. دفاع رو نمیدونم بذار اصلا اینجا باید انتخاب کنی، یا باید برای درک بندازیمش یا برای هندلینگ یا برای درک. من به نظرم این تیون درک بخوری خیلی سنگین تره، پا من به همون دفع عقب میندازمش. آقا توربو، ببینید اول این توربو خودشه. شما صدایی میشنوی یا که من صدایی میداد کنم؟ صدایی نمیشنویم راستیتش، من نمیشنوم شد. اوه 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 آرام باش آرام باش، همینو برمیداریم. من میگم این دبل توربو اسم اصلیش یادم بیاد میندازیم. موتورم که گفتم دست نمیدم. بادی کیت داره این ماشین 2 تا، یا خود خدا ببینیم بادی کیتاش چیه. خدایی خفن نیست چیه، واقعا خفنه. دوش این یا این دوستان من نمیدونم. این تو نمودا با کله میاره بالا ولی کلاس پایین ماشینو میاره پایین، این با میاره بالا بازم ولی یه سری مثلا اسپیدو میاره پایین. من قطعا بادی کیتیو میندازم که بخواد اسپید منو ببره بالا، چون ما برای درگ همون تاپ اسپید و اینا میخوایمش. بریم تو بخش موتوری ماشین، انجین و اینا رو تا ته ارتقا میدیم. نه تا ته برادر، تا ته ارتقا میدیم. اگزوز خودشه. این ببین صداش یه ذره تو دماغی میشه ولی خب 16 از میاریم میدادیم، یاد آنچنان تأثیری نداره. میاریم بالا میاریم بالا میاریم بالا، اینجا به این شکل، اینجا هم همین شکل، اینجا این موتور از چی صدایی داره؟ این مال عادی یا انداختی میده. اسپورتش اینه. عاشقش شدم لعنتی جذاب. و آنتیلک نظرم آنتیلک نندازیم، همین چیزشو بندازیم. ریسینگ توین توربوشو میندازیم، اینترکولرش هم تا تا میبریم بالا این شکل. ریس قطعا تورموزا هم تیتاتا ریسینگ. درک داری؟ با قاعدتا ریس بندازم اگه درک نداری. اینا هم همه ریس. فلاپ میتونم بندازم یا نندازم نمیدونم. ببین نمیندازم چون وزن ماشین رو میاره بالا، ما تاپ اسپید میخوایم. 317 کیلو وزن ماشین رو میاریم پایین. اونجا هم که ریس. دنده رو چی بذاریم؟ دنده ها چیزی باشه که باید تو اسپید کمکمون کنیم. همه اسپید رو میاره پایین جز ریس نمیدونم چی که یه دونه میاره بالا که ما قطعا همین رو میندازیم. ریس اینم ریس. این تو بخش لاستیک این که نمیخوایم استیک ریس که نمیخوایم چون ما هندلینگ نمیخوایم ازش. تا اسپید و چیز میخوایم دیگه، سرعت چیز 0 تا 100 میخوایم قطعا. درگ تایر رو میندازیم اینجا که کلوفتی تایر رو تا ته میبریم بالا. اینم تا همینجا اینو میذارم اونورتر باشه. رینگی دوست دارم تغییرت بدم ولی نه. ببین این رینگ خدایی بهش میاد. آقا من یه رینگو میندازم نمیدونم خوشتون بیاد یا نه، امیدوارم خوشتون بیاد. میشه باله گذاشت، اینه باله نمیدونم چی داره، یه باله خود فورزا که اصلا به درسک نمیخوره، یه بالی که اندازه نمیدونم الان اندازه چیه بدون اینم داره. آقا من باله به نظرم نظری مثل بهتره. ببین توی کاغذ اسپیدشو دست نمیزنم، این طرفا داخل خود تاپ اسپید اذیتم میکنه. نمیدونم حالا با خودت من این چشم میگیره من اینو میندازمش. خیلی چیزه بالا حقی هستش. ببینیم چقدر برام خرج داشت. 94 کی داخل بازی برامون خرج داشت اسپورت این ماشین. میریم تو بخش چیز بازی اسمش چیه یارو، طرحی که مردم برای این ماشین زدن. ببینیم آیا چه طرحی وارد این بازی
چه طراحی مردم برای این ماشین زدن که ما حالا بریم یکیشون انتخاب بکنیم. اینو نمیذارم، نمیدونم این طرح باحال خدایی بزن. من طرحشو دیدم، زیاد طرح جالبی براش نزن. این موضوع عجیب هستش که هیچ داشت. اینترنت ما هم داره اذیت میکنه، قربون خدا برم. آقا طرح نندازیم سنگین تر نمیدونم، اطلاعی ندارم. خب داشت بیا دیگه آمباریکلا. این طرح چش منو گرفته، حالت چیزم داره، ریسینگ تور هم داره. من همین طرح رو میچوام داخل ماشین. البته خب ماشین باید درگی باید ریس هم باشه، باحاله دیگه. طرح ریسینگ و اینا هم کلا طرح باحالی میده و به همه ماشین هم به نسبت میشینه. یعنی حتی ماشین آفرود هم در ریس براش بندازی میشینه، واقعا این طرح برای ماشین میشینه. امیدوارم زیاد تو لودینگ نمونم چون حوصله لودینگ رو ندارم. کنم افتاده رو ماشین. فقط امیدوارم لودینگ فیلمینگ نمیدونم چی که منتظرم تمام بشه. اوکی خب بریم داخل جاده و این ماشین رو تستش بکنیم، آیا ببینید چیزی برای چنده داره یا نه. دیریفته ماشین مال دیریفته دوستان. با این ماشین بشین دیریفته. ماشین بدتر مال دیریفت شد، ولی در حال من رسیدید تلویزیون خودم کم کنم نیفتم تو مال. بریم تو بخش بسی اینجا. بیام اینجا چون قرار از این ماشین تست تاپ اسپید بگیریم. آقا قبل از این که اصلا ببینیم بگو آقا مثلا چه تاپ اسپید نظر من 420 تاپ اسپید میزنه، نمیدونم ولی خب بریم. ولی هرچی هست قطعا تاپ اسپیدش رو زود میزنیم که حتی احتمال زیاد میره روی تاپ، چون این ماشین هم تایرهای درک داره، هم خیلی تقویت موتوری شد. بریم یا علی نمیشه اصلا کنترلش که اصلا هم تایرهای درک انداختن، دفع عقب بودنش، همه چی دست به دست داده که من نتونم اصلا این ماشین رو کنترل بکنم. بریم تو بخش جاده علی برو کنم. بریم همین رو برای تاپ اسپید ماشین 250 تا رو زده تا الان، دنده 6 رفته، فکرم 7 دنده باشه دیگه بوکسی که انداختم فکر میکنم 310 تا. من گفتم 320 تا حداقل میره. خب 320 تا بزن آبروداری کنه. این رو به بالا هم داره. بله 320 تا رو میزنه، 325 تا 328 تا 329 کیلومتر 333 یا شوخی میکنی. 333 334 335 این ماشین داره جدی فقط کاتاف میزنه. بذار من این تنظیم دنده ایمان لو کنم، خیلی هم باید ایمان لو کنم دوست. اوکی بیا من این بیا هر دو شروع کنم به فورد خوردن. هر دو دفعه که برای تست تاپ اسپید گرفتن خوردم به فورد خوردم. نمیدونم چرا این فورد با ما چه مشکلی داره. ببین 339 زدی 340 رو بزن پشمان. 340 رو لانچ میکنه و 340 کیلومتر در ساعت رو میزنه. آقا ما همین رو برای تاپ اسپیدش حساب میکنیم و بریم برای تست تورموز که میزنیم رو تورموز که اینقدر فاصله داره برای اینکه بخواد تورموز کنه. تورموزای خیلی خوب، تورموزاشون خیلی خوب شده. اونم این موضوع هم که البته سر اینه که ما تورموزای ریسینگ روی ماشین انداختیم. اگه آقا دمتون گرم که تا اینجا با ویدیو رو اومدید. آقا تستای خودمون از این ماشین کردیم، یه بیرون درگ هم کرد خودم دارم، امکان داره یکی بهتر از من قطعا بزنم. مثلا تیون درگ خودم رو زدم. آقا اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، آقا شیر کنید. اگه از این محتوا دوست دارید کانال رو دنبال بکنید تا از یکی مثل من حمایت بشه تا بتونم بیشتر ماشین بیشتری حالا نقد و بررسی بکنم یا کلا تست کنم، آموزش‌های مختلف یا کلی چیز دیگه. آقا دمتون گرم. من این ماشین رو بهتر کنم قبل اینکه این ویدیو به پایان برسه. کجا بزنمش؟ وایسا بشین اینجا. من باید بیبرد سر این ماشین بیار. اینقدری که این ماشین چسبندگی نداره من باید یه قلبی بابا نمیپیچه. خود چی کار کنم؟ این فابریکش بیشتر میپیچه. اوکی بذار یک
2 3 سو. چقدر کم پرید یا ابوالفضل.